خدا رو شکر برای شما عزیزان، چه در اینجا و چه هر جا که با ما هستید از طریق اسکرین هایی که دارید. من مواظب خواهم بود که چیزی رو اینجا پایین نندازم، همچین لرزان هستش. از طرف خودم و همینطور همکارانم در سازمان ترجمه کتاب مقدس کورپو یا چرپو به شما عزیزان سلام عرض می کنیم. مهم نیست که در کجا، در چه جبهه‌ای می جنگیم، همه ما با هم هستیم. داستان دوستی من و کشیش هرمز عزیز میره تا عهد عتیق، یعنی اون موقعی که در سانیول بودیم و شماها هنوز به دنیا نیامده بودید، ولی اونقدر اینور اونور مشغول هستیم که وقتی که با هم جمع میشیم در یه جا هستیم سعی میکنیم که از فرصت استفاده بکنیم. بله، من اینجا از کورپو هستم، از فرصت استفاده بکنم و خدمت شما عرض کنم که ما 26 پروژه ترجمه به شکل فعال الان در زبانهای محلی ایران داره پیش میره و هدف اینه که تمامی ایران رو با کلام خدا به زبانهای محلی پر کنیم که در آسمان از هر زبان، از هر قوم، از هر ملت در حضور خدا باشه. 2 تا هم برای فارسی داریم که ترجمه استاندارد دیگه نزدیکترین ترجمه به فارسی هستش که عهد جدیدش تموم شد، داریم آخرین قسمتاشو میریم جلو و همه اینها برای اینه که خداوند در همه جا جلال پیدا کنه، مخصوصا کلامش زندگی مردم رو عوض کنه. این رو هم تبلیغات تجاری بگم، از فرصت استفاده کنم. بعضی هستن اون دهاتی ها که جلوی تلویزیون اینجوری میکنن، حالا حکایت منه. ما در زبانهای سمنانی، سنگسری، سرخی، نطنزی، ناینی، بلوچی دنبال مترجم هستیم. اینه که اگر زبان مادریتون این زبان ها هست با ما تماس بگیرید. حالا که تبلیغات بازرگانی بنده تموم شد، بریم سراغ کلام خدا. خب الان خنده‌دار این حرفای من، ولی شاید یه خورده که جلو بریم اصلا خنده‌دار نباشه، پس هر چقدر دلتون میخواد بخندید الان که بعداً میریم جلوتر. ولی مردم واقعا این روزا با توجه به مسائلی که در ایران داره اتفاق میفته از ما میپرسند آقا مسئولیت ما در قبال تمامی این چیزها چی هست؟ و متاسفانه به دلیل تفاسیر مختلفی که از برخی از آیات کتاب مقدس هستش در ذهن مسیحیان ما نوعی اختشاش به وجود اومده و حتی بسیاری من شنیدم که روی این عقیده پافشاری میکنن که آقا مسیحیت نباید خودش رو با سیاست قاطی بکنه. یادم میاد چند هفته پیش در بیانیه‌ای که داشتم عرض کردم که عزیزان، من به شخصه کتاب مقدسی غیر سیاسی نه میشناسم و نه میبینم. برای همینم هستش که باور من بر اینه که جدا کردن مسیحیت از سیاست پشت کردن به تمامی آرمانهایی هستش که کلام خدا مطرح میکنه. البته این مطلب رو هم درک میکنم که گفتن اینجور حرفا و صحبتها از جانب افراد مسلمه که به خاطر تجربه تلخیه که از سیاست و در این حال از سیاست بد دارن. ولی ببینید عزیزان، زمانی که خدا انسان رو آفرید، هدف او این بود که انسان بارور و کثیر بشه و روی زمین رو پر بکنه. خدا از همون ابتدا به دنبال ایجاد یک جامعه بود. این رو هم در باغ عدن میبینیم در فرمانی که میده، هم در بنیاد عهد عتیق با ابراهیم میبینیم که ازش ملتی بزرگ میخواد به وجود بیاره و هم در عهد جدید در مفهوم کلیسا. عزیزان، خدا به دنبال جامعه است. حالا اینجا رو دقت کنید. علم و دانشی که برای اداره این جامعه انسانی و هر جامعه دیگه سیاست خونده میشه. سیاست یعنی علم اداره جامعه. و در مقطع عدن بعد از اون در فراسوش خدا همیشه به دنبال اون بود و هست که جامعه انسانی مطابق قوانینی که او میذاره اداره بشه.
و برای همین هم هستش که خدا ارزش‌هایی رو که لازمه جامعه برای اداره خودش به اونها ارزش بذاره، اونها رو حفظ کنه، مطرح میکنه در کلامش. هر ارزش که با ارزش خدا منطبق نباشه غیر الهیه، از جانب خدا مردوده. با توجه به من مسیحی که کلام الهام شده خدا الان در دستمه و به این ارزش‌های اجتماعی و فردی واقف هستم، اینها عزیزان منو قادر میکنن که بتونم خوب و بد رو از هم تشخیص بدم و در عین حال عاملان بدی و عاملان خوبی رو. اولین جای اون مشکل اینجاست، اینه که من با ارزش‌های کتاب مقدس آشنا نیستم و در نتیجه مسیحیتی که دارم دنبال میکنم بیشتر بر اساس اون چیزهای جست و گریخته روزهای یکشنبه است که حتی نمیدونم بنیادشون روی چی هست. این گونه مسیحیت عزیزان من انسان رو صرفاً به هوچیگری میکشونه، به مسیحیت شعاری، بی آنکه بدونیم شعاری که داریم میدیم بر چه بنیادیه. خب این صحبت من برای این افراد نیستش. دومین جای مشکل این هستش که من با اون چه که خوب و بد هست آشنام. ارزش‌هایی رو که کلام خدا مطرح میکنه میدونم، یعنی میدونم که بد چی هست، خوب چی هست، ولی بنا به دلایلی نمیخوام که بدکار و یا به عبارت دیگه ظالم رو به طور مشخص معلوم کنم و انگشت بذارم بر ظلمی که میکنه. در این مورد دلایل میتونه زیاد باشه، از الهیات مسموم بگیر تا بزدلی و ترس، حتی رفت و آمد به ایران. ولی عزیزان من ریشه هر چه که باشه، برخی از آیات که از متن خودش بیرون کشیده شده بهانه به دست میده که این گونه افراد خودشون رو توجیه کنن. این دسته از دسته اول خطرناکترند. میدونید چرا؟ برای اینکه از ارزش‌ها آگاهند ولی مسئولیتی که این ارزش‌ها رو گردنشون میذاره قبول نمیکنن. ببینید ما همه خودمون رو ایماندار میخوانیم، ولی عزیزان من ایمانی که کتاب مقدس ازش صحبت میکنه اغلب با اون چه که ما از ایمان در ذهن داریم فرق داره. در زبان یونانی عهد جدید برای ایمان واژه پیستیس اومده، یعنی ایمان و باور. ولی چه ایمان و باوری؟ یک، ایمانی که همیشه با عمل همراهه. پیستیس ایمانی نیستش که عمل توش نباشه، اتفاقا ایمانی استش که همیشه با عمل همراهه. دو، ایمانی است که در هر شرایطی دوام میاره، تحمل میکنه و دست بر نمیداره. سه، ایمانی هستش که مسئولیت ایمان رو میپذیره. و اگر با این حرف عزیزان من جلو بریم با شرمندگی مجبور خواهم بود بگم که بسیاری از افراد از ایمانی که کتاب مقدس داره میگه خیلی دورند. عمل و پایداری و قبول مسئولیت در آنچه که ادعا میکنن باورش دارن دیده نمیشه. حالا که صحبت به اینجا رسید بذارید برخی از ارزش‌هایی رو که کتاب مقدس مطرح میکنه بهش اشاره کنم. اینا رو از کتاب خودم کشیدم بیرون که انشالله یه روزی تموم خواهد شد. فکر کنم مسیح میاد و میره، من هنوز دارم مینویسمش. ولی نگاه کنیم به این ارزش‌هایی که در کتاب‌های کتاب مقدس هست. در پیدایش وقتی که به داستان خلقت نگاه میکنیم میبینیم که چطور خدا به دنبال بنیاد نهادهای فرهنگی در روی زمینه و در این راستاست که ما انسانها رو از ارزشهای برابر و در واقع تساوی حقوق میبینیم که اونا برخوردارند و این تساوی حقوق ضروری واقعا تحت حاکمیت خدا نقطه شروع برای تمامی حکومت‌های انسانیه. چون به شباهت و صورت خدا آفریده شدیم عزیزان، دعوت ما بر این هستش که به شکل جدی این صورت خدا در امور روزانه ما منعکس بشه. ما انسان‌ها حکومت میکنیم برای اینکه او حکومت میکنه. در سراسر کتاب مقدس ما با این دعوت خدا روبرو هستیم.
در داستان یوسف در همون کتاب پیدایش ما شاهد این هستیم که چطور خدا از شخصی که خودش او رو مسح کرده استفاده میکنه، که در سرزمین غریب میبینیم که یوسف اداره امور رو به دست میگیره تا حفاظت و رفاه قوم خودش رو فراهم بکنه. کتاب پیدایش در این حال بر این هم صحه میذاره که آزادی از اسارت در اراده خدا قرار داره. در کتاب خروج ما با موسی روبرو هستیم که در مقام رهبری سیاسی قوانین رو از خدا دریافت میکنه، قوانینی که قلب خدا رو در رابطه با یک حکومت و حاکمیت خوب و درست داره منعکس میکنه. اتفاقا در این زمینه یک کتاب خوبی هستش، ماگنا کارتا، که چند روز پیش که با دوست عزیزم ساسان جان داشتیم صحبت میکردیم، اتفاقا در همین شبکه 7 قرار شد که بیاد و این کتاب رو براتون در اینجا مطرح کنه که بر اساس همین قوانینی که موسی در کوه داره، در کوه سینا، اونا رو از خداوند دریافت میکنه. در کتاب لاویان ما با تأکید بسیار زیاد بر اخلاقیات فردی و جمعی روبرو هستیم، با رسیدگی به امور فقیران روبرو هستیم و اینکه چطور قوانین در خودشون تمامی ابعاد رابطه قوم اسرائیل رو با خدا و حتی با زمین، با طبیعت میبینیم که در اونجا همه تعریف میشه. در کتاب اعداد ما تحت نظارت خدا عزیزان با انتخابات دموکراتیک رهبری روبرو هستیم. در تثنیه ما در اونجا تحت قوانین خدا شاهد هستیم که چطور شاه و شهروند با هم برابره. در یوشع ما این مطلب رو میبینیم که چطور در رهبری جامعه نیاز به صداقت و شفافیت وجود داره. در کتاب داوران ما میبینیم که خدا پیوسته افرادی رو از میان قوم بلند میکنه و قوت میده که ملت رو از گناه و خطا و داوری نجات بده و این نیاز رو که در رهبری ملی لازمه که زنان هم در مقامهای رهبری داشته باشند. دبورا رو به یاد بیارید. شاید فکر کنید کتاب روت سیاسی نیست، کتاب روت هم سیاسیه. کتاب روت نشون میده که مسئولیت‌های اجتماعی من و شما در مقابل یکدیگر، اون مسئولیت‌هایی که داریم، همیشه بالاتر از قراردادهای قانونیه. کتاب سموئیل بر تساوی انسان‌ها تحت قوانین صحه میذاره. کتاب پیدایش صور خوب و بد پادشاهی و حاکمیت رو در مقابل چشم ما میذاره و اینکه حاکمان و اونهایی که در مسند قدرت قرار دارن چطور در مقابل اعمال خودشون بیشتر از مردم عادی جوابگو و مسئولن. در کتاب تواریخ ما اشتیاق قلب خدا رو میبینیم جهت حکومت پر از عدل و داد، زمانی که به سلیمان به خواستش عمل میکنه و بهش حکمت میده. در همین کتاب ما با مسئولیت مردم هم در رابطه با تجدید حیات ملیشون روبرو هستیم. در کتاب عزرا ما با قدرت سخنوری در برقراری هویت ملی از دست رفته روبرو هستیم. در کتاب نهمیا با برقراری مجدد اقتدار از هم پاشیده روبرو هستیم. در استر شاهدیم که چطور مردخای رو خداوند بلند میکنه که با مقامات حاکم وارد مذاکره بشه و قوم رو از قتل عام نجات بده. در کتاب ایوب با اعتماد و توکل به حاکمیت خدا در زمانهای سختی روبرو هستیم. کتاب مزامیر از تأثیرات و شرایط فردی و اجتماعی صحبت میکنه. در امثال نصیحت به شاهزاده هست چطور وقتی پادشاه شدن چطور مملکت رو درست اداره کنند. در حتی جامعه از حکمتی صحبت میکنه که جهت حاکمیت و اداره مردم بهش نیاز هست. کتاب غزلها هم کتاب سیاسی از اولویت‌های صحبت میکنه که باید در روابط اجتماعی ما بر ما حاکم باشه. اشعیا صحبت از آمدن نجات دهنده داره که برای قوم خودش که در اسارت میاد و اونها رو نجات میده. حالا ادامه بدم. ارمیا حقیقت رو هر چقدر که تلخ باشه باید به مقامات گفت و سکوت نکرد. ارمیا میگفت مینداختنش تو سیاهچال، میآوردنش بیرون، باز میگفت. مراسی نشون میده که چطور خدا میتونه از ملتی برای تنبیه ملت دیگه استفاده کنه. حزقیال وضعیت یک قوم رو در اسارت بیان میکنه که بخونید عین وضعیتی که ملت ما داره و فعالیت‌های داره صحبت میکنه که باعث امید و احیای دوباره اونها میشه. در کتاب دانیال صحبت از این هستش که قوم خدا میتونه در فرهنگی غریب و بتپرست به جهت حاکمیت خونده بشه.
اونجا مطرح میکنه که برای خدا زمانی هست برای درگیر شدن در مسائل سیاسی و زمانی هست برای سرپیچی. دانیال سرپیچی میکنه و زمانی برای رعایت آنچه که گفته میشه. و اونجا میبینیم که چقدر صداقت لازم هستش که با هویت انسان عجین باشه. در این کتاب ما میبینیم که خدا برتر از تمامی حاکمان دنیاست و در نهایت تمامی اونها در پادشاهی محبت و عدالت خدا حل خواهند شد. اینجا رو دقت کنید. هوشع بر علیه لذتگرایی و سوء استفاده از ثروت ملی قد علم میکنه. پولهای ما همه در کاناداست. یوئیل وجدان اجتماعی رو به چالش میکشه. بچه‌های ما دارن از آشغالدونی غذا میخورن. وجدان اجتماعی باید اینجا حقیقتاً به گریه در بیاد. آموس دست حاکمان درو رو میکنه. عبدیا بر این صحه میذاره که از دست عدالت نمیشه گریخت. یونس از مسئولیتی صحبت میکنه بر ماست فراتر از مرزها و نژاد و ملیت. برای ما مهسا، برای من مهسا کرد نیست، ترکه. برای من افرادی که دارن اونجا کشته میشن، ساچمه نمیدونم باتوم اینها میخورن، اینها گوشت تن من هستند. نژاد و زبان و اینا دیگه مطرح نیست. میکا از اهمیت اخلاقیات، صداقت و شفافیت و عدالت داره صحبت میکنه. ناهوم از آزادی درست داره صحبت میکنه. حبقوق از اهمیتی صحبت میکنه که خدا نسبت به فقیران داره. سفنیا ایمان و عمل رو با هم میطلبه و طلب میکنه که هویتی شفاف داشته باشیم. عزیزان، حجه اولویت‌های اجتماعی رو در نور قدوسیت خدا داره میبینه. زکریا قدرت مطلق خدا رو مطرح میکنه. ملاکی بر علیه از خود راضی بودن و بت پرستی در سطح ملی صحبت میکنه. حاجی که تماما سیاسیه. تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. مسیح در مقابل پیلاتوس برمیگرده میگه تو بر من هیچ قدرتی نمی داشتی اگر این قدرت از بالا به تو داده نمیشد. در اعمال ما میبینیم که حقیقت باید به مقامات گفته باشه، هر چقدر هم که سخت باشه. استیفان رو به یاد بیارید، پولس رو به یاد بیارید، پتروس رو به یاد بیارید. رومیان داره قدرت سیاسی رو آنطور که باید باشه تعریف میکنه. در رومیان فصل 13 آیات 1 تا 4 در اونجا داره مطرح میکنه که فردی که بر مسند قدرت نشسته خادم خداست برای اینکه به شما خیریت بکنه، برای اینکه به شما نیکویی بکنه، نه اینکه اسلحه بگیره شما رو بکشه. در قرنتیان زمانی که حکمت فیلسوفان میبینیم به قهقرا میره، این نیاز به یک سیستم اخلاقی درست خودش رو مطرح میکنه و مطرح میکنه که عذاب کشیدن، کتک خوردن، باتوم خوردن، حتی گلوله های ساچمه واقعی خوردن برای برقراری نظام درست و عدالت ارزش داره. غلاطیان تمامی رساله صحبت از آزادیه و ضروریاتی که انجیل عیسی مسیح طلب میکنه. عزیزان، در هر انقلابی که صورت گرفته، مطمئنم ساسان در موردش صحبت خواهد کرد، در هر انقلابی که صورت گرفته برای آزادی، از اونجا که در اونها عناصر عهد جدید وجود نداشته، ارزش‌های الهی وجود نداشته، نهایت به دیکتاتوری منجر شده. از انقلاب فرانسه بگیر و بیا. افسوسیان داره مسئولیت ما رو در جنگ روحانی با قوای اهریمنی زمینی مطرح میکنه. براش برخواهم گشت. فیلیپیان از باقی نگه داشتن و دو دستی چسبیدن امید در بطن عذاب داره صحبت میکنه و ارزش‌های اجتماعی رو به چالش میکشه. کولسیان میگه که میدونید چیه؟ مسیح بالاتر از تمامی قدرت‌ها و قوات و ریاست‌هاست. تسالونیکیان از ارزش کار و پیشه و ضرورت حاکمیت قانون صحبت میکنه. تیموتائوس حتی میاد دولت رو تعریف میکنه. مردم ازش تفسیر غلط دارن. تیموتائوس میاد اونجا میگه دولت چه جور دولتی باید باشه و برای چه جور دولتی باید شما دعا کنی. و همینطور اخطار بر علیه فسادی که ثروت میاره و در این حال جامعه الهی رو هم تیموتائوس میاد توصیف میکنه که چگونه جامعه‌ای هست. تیتوس اداره جامعه‌ای رو که گروه‌های مختلف توش هستن مطرح میکنه. فیلیمون بر علیه بردگی. عبرانیان تساوی همه رو در مقابل خدا مطرح میکنه و اینو مطرح میکنه چطور عدالت و رحمت
از هم جدا ناپذیرند، با هم دیگند. یعقوب مطرح میکنه که عمل از هر پیشی میگیره. یعقوب بر علیه طرفداری بر اساس منافع شخصی هست. یعقوب مطرح میکنه که ما نیاز به حکمت آسمانی داریم که بتونیم در جوابمون ازش استفاده کنیم برای اداره جامعه. اول پتروس اطاعت از اون نظامی رو تشویق میکنه که از جانب خدا مقرره تا نیکویی جامعه رو فراهم میکنه، نه از هر رژیم سیاسی، بلکه از اونی که از بالا مقرر شده که نیکویی جامعه رو فراهم کنه، انسان‌ها در رفاه زندگی بکنن، در سلامتی و امنیت زندگی بکنن. دوم پتروس ارزش‌هایی رو که در یک رهبری درست باشه مطرح میکنه. یوحنا به دنبال ایجاد نمونه‌های درست رفتاری در جامعه است. یهودا که مستقیما به اهرم‌های بد اجتماعی حمله میکنه. مکاشفه هم حاکمیت خدا بالاتر از همه است. مسیحیان دعوت دارن در مکاشفه می‌بینیم که رهبری خادمگونه داشته باشن، یعنی رهبر جامعه باید خادم جامعه باشه. مکاشفه محکوم میکنه اونهایی رو که ایمان خودشون رو بر پول و قدرت گذاشتن و حاکمیت عدالت رو مطرح میکنه. عزیزان به من نگید کتاب مقدس کتاب سیاسی نیست. براتون تمامی ارزش‌های سیاسی رو که در کتاب مقدس اومده به اختصار بهتون گفتم. ما نه فقط این ارزش‌ها رو در کتاب مقدس می‌بینیم، بلکه عزیزان به ما این رو هم میگه که چه باید بکنیم. ما در این کتاب مقدسه که مردان و زنان و خدا رو در طول تاریخ کتاب مقدس می‌بینیم که دائما ظلم و ظالم رو تشخیص می‌دادند و ارزش‌های درست اجتماعی رو مطرح می‌کردند و در مقابل ظلم و ظالم می‌ایستادند. در عهد عتیق نمونه‌های زیادی وجود داره، از نوح و ابراهیم بگیر تا داوران و موسی و انبیای مثل ایلیا و بقیه. در میکا خداوند گریه میکنه. خداوند میاد میدونید چیه؟ تمامی این توجیهاتی رو که شما میارید برای اینکه دست به عمل نزنید همه رو میریزم دور. خداوند مردود میشماره. من براتون میخونم از اینجا از کتاب میکا. میگه آنچه خداوند میگوید بشنوید، برخیز و نزد کوه‌ها داد خواهی نما و تپه ها صدای تو رو بشنوند. ای کوه‌ها شکایت خداوند را بشنوید. خداوند داره شکایت میکنه. و ای بنیادهای جاودانی زمین، زیرا خداوند به ضد قوم خود شکایتی دارد. من ترسم اینه که خداوند در این وضعیت هم به ضد مسیحیت ما شکایت بکنه که همین جور نشسته و بر اساس الهیات مسموم هیچ کاری نمیکنه. ای قوم من به تو چه کردم و به چه چیز تو رو خسته ساختم؟ به ضد من شهادت بده. بابا من تو رو از سرزمین مصر برآوردم، از خانه بندگی فدیه دادم، موسی و هارون و رهبران مریم رو برای تو فرستادم. ای قوم من، یادتون میاد بالاق پادشاه موآب چیکار میخواست بکنه و اون چه که بلعام پسر بئور داشت میخواست چیکار بکنه؟ به یاد آور. ببین با اونا چیکار کردم. برای چی؟ خداوند چرا داره این کارو میکنه؟ تا عدالت خداوند را بدانی. خدای تو داره عمل میکنه که تو یاد بگیری که خداوند چطور برای عدالت میگه. حالا میگه داری مطرح میکنی که با چه چیز به حضور خداوند بیایم؟ نزد خدای متعال چجوری تعظیم کنم؟ چجوری میخوای پرستش بکنی؟ اینو میپرسی؟ آیا با قربانی های سوختنی و با گوسالای 1 ساله به حضور او بیام؟ آیا خداوند از 1000 گوش خشنود خواهد شد و از 10,000 رود روغن؟ حتی آیا نخست زاده خود را به عوض تقصیرم بدم و ثمره بدن خیش را به عوض گناه جانم؟ و خداوند اینجور جواب میده: ای مرد، او تو را از آن چه نیکوست آگاه کرده است. خداوند از تو چه چیز را میطلبد؟ غیر از این که عدالت را به جا بیاری، غیر از این که رحمت رو دوست بداری، غیر از این که در حضور خدای خیش با فروتنی گام برداری. خدا اینها رو از تو
میخواد. پرستش تو، گوسالت، نمیدونم رودهای روغنت. خود مسیح چی بود؟ متاسفم که بگم تفاسیر غلط از کلام خدا برای ما از مسیح یه تصویر هیپیوار مطرح کرده. البته که تصویر غلطیه. مسیح در تمام زندگی خودش در روی زمین در مقابل نظام اجتماعی غلط که اتفاقا اون موقع در دست رهبران مذهبی بود ایستاد. مسیح در این نقشش فردی کاملا سیاسی بود، برای اینکه داشت مطرح میکرد که جامعه به شکل درست چجوری باید اداره بشه. مسیح ظالم رو تشخیص داد. مسیح ظلم رو تشخیص داد. ظلم ظالم رو آشکار کرد و بر علیهش ایستاد. و از لحاظ انسانی هم اگر بهش نگاه کنیم، جان خودش رو برای اون چه که کرد داد. شورای سنهدرین او رو بر اساس آرمانهایی که براش ایستاد محکوم به مرگ کرد. اگر ما در یک زمان در مقابل یک نظام سیاسی غلط قرار میگیریم، مسیح در آن واحد در مقابل 3 نظام سیاسی غلط قرار داشت و میجنگید: سنهدرین، هیرودیس، قیصر. ببینید اونها رو چی میخونه؟ سنهدرین: ای قبور سفید شده که وجودتون تمام از نجاسات پره. هیرودیس: برید به اون روباه، به اون مکار، به اون فردی که شخصیت فریبکار داره، بهش بگید که من امروز و فردا باید کار کنم و روز سوم برخواهم خواست. در رابطه با اون قیصر، سکه، مالیات میان که صورت مسیح اونجا میگه بدیم ندیم. مسیح میگه صورت چه کسی روی سکه است؟ میگن صورت قیصر. میگه مال قیصر رو به قیصر بدید، مال خدا رو به خدا بدید. و اونجا میبایست یک سوال دیگه ازش پرسیده میشد که نمیپرسند: باشه صورت خدا رو کی هستش که ما اون رو به خدا بدیم؟ که مسیح جواب بده صورت خدا روی هر یک از شما قرار داره، برای اینکه شما به صورت خدا آفریده شدید. بنابراین داره میگه سکه رو بدی، سکه رو ولش کن، تو خودت رو باید به خدا بدی و بر اساس دادن خودت به خدا باید در مقابل ظالم بیستی. ولی اونا اینا رو متاسفانه قوت شنیدشون ندادن. ما اغلب در توجیهات الهیات مسموم میشنویم که فکر میکنم مسئولیت ما دعاست. البته که دعاست، ولی دعا هم هست. فقط دعا نیست. ولی وقتی که در دعا هستیم عزیزان، در دعا چی میگیم؟ پولس و پتروس و تیموتائوس هر 3 تا صحبت از دعا کردند. هر 3 تا صحبت کردن که ما برای سیستم دعا کنیم، ولی مطرح کردن که برای چه سیستمی باید دعا کنیم. آنها سیستم درست سیاسی رو که متجلی کننده دل مملو از محبت و عدالت خداست تعریف کردند و برای اون سیستم گفتن که دعا کنید، نه برای سیستم حاکمیتی فرعون که اتفاقا عزیزان بهش اشاره کردند. سیستم حاکمیتی که حتی خود خدا در توبه رو برای فرعون بسته بود. حقیقت اینه که نظامی که الان در مملکت ما هست در طی 40 سال گذشته تمامی ارزش‌های درست یک نظام سیاسی رو که میبایست برای جامعه ما وجود می‌داشت زیر پا گذاشته. این نظام ظالمه، قاتله، دزده، متجاوزه. جان و مال و ناموس شهروندان خودش رو بی حرمت کرده و مسئولیت من به عنوان ایرانی، حتی بالاتر از اون، به عنوان یه مسیحی، بالاتر از این هم، به عنوان ادعایی که دارم به عنوان مرد خدا، این هستش که در مقابلش بایستم. چجوری؟ اینش مهمتره. عزیزان من، این نظام اهریمنیه. قشون قشون دیو پلید در این نظام حضور کرده و میدوزه و میکشه و هلاک میکنه. ولی ملت ما در این مصاف سلاح روحانی ندارند و احتیاج به سلاح روحانی است. سلاحی که ملت ما نداره، ولی من و شما که از این ملت هستیم ادعا میکنیم که داریم.
و اگر ادعای ما درسته، مسئولیت ما این هستش که با این سلاح روحانی در مقابل این رژیم و در پشت سر ملت ما از جلو و از عقب احاطه کنیم، مثل یه دیوار آتشین که در زکریا میگه، و اونها رو با سلاح روحانیمون احاطه کنیم. این شعار نیست، این چیزی نیستش که شما بشین تو خونتون شعار بدید. این یه جنگ خطرناکیه، برای اینکه سوراخ داریم چوب میکنیم به سوراخ دشمن. ما بر علیه نیروهای تاریکی که در عمال نظام لونه کرده داریم برمیخیزیم. بنابراین برای ما لازمه که یک، بدونیم که اقتدار روحانی داریم. خیلی‌ها نمیدونن که اقتدار روحانی دارن یا نه، بنابراین بر اساس اون عمل نمی‌کنن. اقتدار روحانی خودمون رو بدونیم که داریم، اقتدار روحانی خودمون رو بشناسیم که چی هست، که با هویت ما عجینه. من به عنوان فرزند خدا از چه اقتداری برخوردار هستم. سه، بر اساس اقتدار روحانی خودمون عمل کنیم. به چه شکل عمل کنیم؟ بذارید بهتون بگم. در رساله به افسوسیان، در اونجا در فصل 6 ما اونجا اسلحه تام روحانی رو داریم. ما همینجوری نمیتونیم بیفتیم تو خیابونا داد و هوا را بندازیم هوچیگری کنیم. نه، باید به لباس تام آن چیزی که خدا میگه ما باید اون رو پوشیده باشیم، که همه شما اون اسلحه‌های روحانی رو میدونید چه در کلیساهاتون موعظه شده. ما باید اون رو تمام و کمال پوشیده باشیم. بعد بریم برای مصاف. بذارید در انتها اینو بگم. در متی فصل 12 آیات 18 تا 22 ما با واقعه درخت انجیر روبرو هستیم عزیزان من. درختی که توسط عیسی لعنت میشه و از ریشه میخشکه. شاگردان چند ساعت بعد که برمیگردن میبینن خشکیده است. حیرت میکنن. مسیح در مقابل حیرت شاگردان ببینید چی میگه. اگر ایمان اندازه دانه خردل داشته باشید، نه فقط این بلکه فراتر از این رو هم خواهید کرد. و مطرح میکنه برای کوه‌ها جابجا کردن فلان و بهمان اینا. این حرف مسیح برای اقتدار من کافیه. هیچ تفسیر و تعبیر نمیخواد، مستقیمه، رکه. برای همین هم با این اقتداری که در مسیح دارم، دعاهای من گفتم عوض شده. من ریشه این نظام رو با تمامی عمالشون هر روز در اقتدارم میخشکنم و بر این دعا میستادم. میدونید چرا؟ برای اینکه این مسئولیت رو ایمانی که دارم بر دوش من میذاره که خودم رو در بین مردم قرار بدم، با ضربات باتوم هایی که به سر اونها بخوره منم بخورم زمین، با گلوله هایی که میفرستن منم بیفتم پایین، با مهساها و نیکاها بمیرم و زنده بشم. این رژیم اهریمنیه و نیاز به دلاورانی هستش که ملبس به اون اقتدار الهی و اون لباس روحانی که بهتون گفتم ملبس به اون هستن که بیان و ملت عزیز ما رو محافظت کنن. من اینطور خواهم کرد. شما ببینید که وجدان مسیحیتون به شما چی میگه. دعا کن. پدر قدوس آسمانی، در این روزها خداوندا احتیاج به معجزات داریم از جانب تو. احتیاج به معجزات داریم خداوندا که بریزه بین ملت تو و بین فرعونیان دیوار آتشین به وجود بیاره، براشون دریاها باز بشه خداوندا، ببینن که تو برای اونها داری می جنگی. و عجیب اینه که ای خداوند اراده تو اینه که موساهایی که علم کردی بیستند و دستاشون رو بالا ببرند تا دریا باز بشه. تو خود مستقیم میتونی، ولی خداوندا تو کلیسای خودت رو انتخاب کردی که الان در این دنیای تاریک نور باشه،
در این دنیای تاریک نمک باشه، در این دنیای تاریک امید باشه، در این دنیایی که ظلم داره بیداد میکنه ای خداوند، در عدالت تو در مقابل ظالم بیسته ای خداوند. ما این مسئولیت رو داریم خداوندا و دعا میکنم برای ملت عزیزمون که خداوندا بیشبان اینطور به دست گرگ افتادند خداوندا. بله خداوندا میدانم که وقت توبه برای سران اموال تموم شده، داوری تو بر اونها ظاهر گشته و حتی فرصت توبه نخواهند داشت، ولی برای بقیه اون افراد که خداوندا به هر علتی باتون به دست تو خیابونها میگردن، دعا میکنم فرصت توبه رو خداوندا از اونها نگیر و دعا میکنم بفهمند، بیدار بشند تا پیش از اینکه داوری خدا جاری بشه توبه بکنند و برگردند. بله اراده تو مرگ نیست، ولی تو برای فقیر و مظلوم و خداوندا اونهایی که بیشبان هستند، پراکندند، دل شکستند، اسیرند ایستادی. تو فرمودی من اومدم که به فقیران بشارت بدم، اومدم اسیران رو به آزادی، کولان رو خداوندا به بینایی، شلان رو به راه رفتن. تو اومدی که سال نیکوی خداوند رو برای مملکت ما بیاری و ما بر اون ایستادیم و ایمان دارم یک روز ای خداوند تو تخت حاکمیتت بر مملکت ما برقرار خواهد شد و در آن روز شادی خواهیم کرد و در آن روز به جای اینکه در کوچه های ما افراد گیر بیفتن زیر باتوم ها و ساچمه غول‌های های ساچمه‌ای، در آن روز زیر باران گل ها خواهند بود، هلهله های شادی خواهیم کشید. ولی تا به اون روز با ملتمون می ایستیم به نام عیسی خداوند.